در همین موستا می ایستادن، لیمونکا بازی میکردن. با درمان لیمونکا را نشون میدادن که به پرتون میکفونن. قابل مراد و عمر بخاری و همه‌شون پاس ایستادن. اینا همه طرفی همون حزب نهضت اسلام در گذاشتن. دادر همین کس برای محافظت وطن برآمده بود، جانش رو برای وطن داد. شاور این کس از کوچه قبضن بردن کشتن. شاور این کس رو هم پسر این کس یک خدمت کرده میگشت برای وطن دوستیش معلمه پسرشون برآمدن در محکم کردن. از تریزه برآمد اومد وطنش محافظت کرد. میگه بردن قپیدن با 12 کس کشته. حزب نهضت اسلام در خواجه مرشد بردن گور کردن. همه شد صاحباش یاد شد، مرده را کندیم. 325 نفر از تگ قم و از تگ سنگ و از درون آب یافتیم که این کاری حزب نهضت اسلام بود. خودشان را ملا بچه گرفتن، خودشان را مسلمان گرفتن. الحمدلله همه ما مسلمانیم دیگه. الهی مادران من میخواد زنها ما مادرای ما این فرزندا را گم نکنن. وطن چینج کردن، آسمان بخبر فراوان زندگی رفته ایستاده است. اما حالا هم دشمنایی که از بیرون به سوریه رفتن، به افغانستان رفتن، باز همونا بر ضد این آزادی تاجیکستان ما مبارزه برده ایستادن.